حداقل‌های زندگی رو هم در اختیار نداره که من رفتم اینا رو دیدم حتی تو نیویورک. البته میخواستیم بریم اون منطقه اصلیشون، پلیس نیویورک اجازه نداد. در خود نیویورک چند صد هزار کارتون خوابه. کارتون خواب توی نیویورک، اونجایی که آدمایی هستن 500 میلیارد دلار سرمایه دارن، 300 میلیارد دلار سرمایه دارن، 20 میلیارد دلار سرمایه دارن. 20 میلیارد دلار یعنی 50,000 میلیارد تومان خودمون. در همونجا چند صد هزار کارتون خوابه که من گفتم میخوام برم با اینا صحبت کنم، برم وسط اینا. پلیسشون گفت من نمیتونم امنیت برقرار کنم، اجازه ندادن. میدونستم بریم اینجا خبری میشه. این فقر عظیم تو دنیا، محرومیت ها، این که باید تو دل خودمون حس میکنیم اونی که باید نیستیم، شکوفا نشدیم، آرزوهامون، همه آرزوهای بزرگ داریم، میخوام به جاهای خیلی بالا برسیم، حس میکنیم که کور شده استعدادمون. که اینا برطرف میشه؟ زمانی که حکومت عدل الهی با حضور امام، خدا اینو قرار داده، خدا برای ماها قرار داده. خدا امامو برای کراتی که انسان درش نیست قرار نداده که اون کرات هم البته بهره میبره، برای ماها قرار داده. میشه بریم تو اینجا زندانی بیارم برای اذیت نشه. حالا فرمودن بگید وقتی میگیم بهار، بعضی آوردن توی این بحث‌های سیاسی سطح پایین اینا نیست که 10,000 سال ما تو زمستون زندگی کردیم، هنوز بهار انسانی نیومده که بهار بشه. همه در بهار چطور همه چی شاده، همه عالم شاده، همه چی زیباست، همه چی رو به جلوه، همه چی رو به امیده، همه چی رو به شکفتنه. بهار جامعه بشری هنوز اتفاق نیفتاده. واقعا ما تو زمستان یخزده هستیم، زمستان غمیم، زمستان غربتیم. باید بهار بیاد. این که لقب امام رو گذاشتن یا ربیع الانام، بهار انسان ها، یعنی او بیاد همه انسان ها به خودشون میرسن. بهار چی میشه؟ بهار چه اتفاقی میفته؟ درون این درخت یه استعدادی هست، استعداد شکوفه زدن، میوه دادن، ثمره دادن، رشد کردن. در زمستان این استعداد خفته است، خفه شده. بهار که میاد همه استعدادها میریزه بیرون، همه استعدادهای انسانی، حقیقت انسانها بروز میکنه، انسانها بزرگ میشن، کمال پیدا میکنن. اون فصل مشترک همه ما بهار، فصل مشترک همه انسان ها بهار. یه جلسه در نیویورک بود، سران روحانیون مسیحی اومده بودن از اروپا و آمریکا، کانادا با ما مناظره کنن. اون موقعی که خیلی داغ بود، تو گفتی نمیدونم اسرائیل محو شود، نمیدونم هولوکاست فلان فلان. یه ساعت هی سوال کردن، من پاسخ‌ها رو دادم، گفتن قبول، قانع شده. یه نشان صلح هم به من دادن اونجا، یه پرنده صلح به من نشان دادن فلان. بعد من شروع کردم به صحبت کردن، سوال کردم ازشون، گفتم شما از وضع دنیا راضی هستی؟ گفتن نه. گفتم این همه ظلم و کشتار فلان، خب چیکار میخواد بکنید؟ گفتم ما منتظریم حضرت مسیح بیاد درست کنه. گفتم همین؟ البته سوال زیاد شد، آخر خط تو من میگم گفتم همین؟ شما میرید پول از این غارتگرا و طاغوت ها میگیرید و میفتید میرید تو آفریقا، مردم آفریقا رو بکنید مسیحی. این شد مسئولیت شما در مقابل این همه ظلم. و بالاخره بعد از یک ساعت بحث رسیدیم به تفاهم که نقطه مشترک ما با هم تلاش برای استقرار عدالت است. نقطه مشترک ما تلاش برای حکومت جهانی انسان کامل که حضرت مسیح هم با او خواهد آمد. ما هم دعوایی نداریم که میخوام بگم اگر حقیقت امام مطرح بشود، امام فصل مشترک همه انسان هاست، مسیحی، یهودی، بودایی، هندو، حتی اونایی که دینی ندارن اما پاکن، فطری هستن، فصل مشترک. وظیفه ما
وظیفه جمهوری اسلامی، اصلا جمهوری اسلامی پیدا شده برای اینکه دعوت کنه به حکومت. شما هستید پاک پای شما خدا حفظتون کنه. احمدی ساده زیست ریشه کنه صهیونیست. احمدی ساده زیست ریشه کنه صهیونیست. احمدی ساده زیست ریشه کنه صهیونیست. آقای دکتر همین بس که دشمنان شما با صهیونیست هم قسم شدن و هم هست. احمدی میرزد اشرافیت میلرزد. 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 آه یه دونه میخوایم عشقی بگیم. امپراتور همینه محمود امپراتور همینه محمود امپراتور همینه محمود امپراتور همینه سلامتی احمدی نژاد و عشق احمدی نژاد و عشق احمدی نژاد و عشق گوش کن سلامتی دکتر سلامات صلی علی محمد. شما تصمیم گرفتید کاری کنید همسایه ما رو عمل بیرون کنید. دکتر یه دعای احمدی دعا کن. خدای بزرگ سکوت. همه این عزیزانی که اینجا هستن همه رو حفظ کن. الهی آمین. بالاترین نعمت و برکات خودتون رو بر اونها نازل کن. الهی آمین. ملت ما رو حفظ کن. الهی آمین. همه بشریت رو از شر شیاطین و اشرار حفظ کن. الهی آمین. ای خدای بزرگ، ای خدای بزرگ، همه لطف و برکتت رو در این ماه مبارک رمضان بر تمام بشریت نازل بفرما. الهی آمین. همه مستکبرین رو محو و نابود کن. الهی آمین. ریشه ظلم رو از عالم بکن. الهی آمین. خدای بزرگ، معرفت امام را به همه ما هدیه کن. الهی آمین. همه ما قلب ما اندیشه ما رو به امام نزدیک کن. الهی آمین. منش ما زندگی ما رو به منش و زندگی امام نزدیک کن. الهی آمین. ای خدا عشق امام رو در دل همه بشریت بیانداز. الهی آمین. عشق غیر از خودت و امام رو از همه دلها خالی کن. الهی آمین. ای خدای بزرگ دشمنان امام رو سرکوب کن. الهی آمین. وحدت اونها رو متشتت کن. الهی آمین. اندیشه هاشون رو مختل کن. الهی آمین. استواریشون رو در هم بشکن. الهی آمین. نقشه هاشون رو خنثی کن. الهی آمین. آبروشون رو ببر. الهی آمین. خدا یاران امام رو حفظ کن. الهی آمین. به اونها معرفت بیشتر عنایت کن. الهی آمین. صبر و مقاومت و شجاعت و تدبیر عنایت کن. همدلی عنایت کن. خدایا کاری کن که قصه ما قصه امام، شادی ما شادی امام باشه. ای خدا همه این انقلاب، همه ملت ایران رو به طور کامل در خط امام قرار بده. ای خدا زمینه های استقرار حکومتش رو فراهم کن. ای خدا در همین ماه مبارک رمضان ظهور قطعی و فوری او رو مقرر بفرما. همه ما رو از یاران صمیمی و فداکار او قرار بده. توفیق تلاش و مجاهدت در راهش عنایت کن. ای خدا همه آرزوهای خوبی که همه انسان ها دارن در سایه امام
همه اون آرزوها رو برآورده ساز. مشکلات ملت ایران رو حل کن. مردها و تبعیض‌ها رو ریشه‌کن کن. تمام مریض‌ها رو ای خدا به برکت امام زمان همه مریض‌ها، همه از دم مریض‌ها رو شفای عاجل عنایت بفرما. همه قصه ها رو بزدا. همه غم‌ها رو از بین ببر. همه ناامیدی ها رو به امید تبدیل کن. همه کینه ها رو به محبت تبدیل کن. همه سستی ها رو به قوت تبدیل کن. خدای بزرگ، ما از توییم، به سوی تو میایم. اون طوری که خودت میخوای و شایسته است ما رو بپذیر. خدا همه این جوانهای عزیز رو که عاشق امامن، عاشق ولایتن، عاشق ارزش انقلابن، عاشق جمهوری اسلامی، عاشق ملت ایران هستن، همه اینها رو حفظ کن. الهی آمین. همتون موفق.